34 دوباره بخون. 34 دوباره میخونیم. 34 امروز 22 خرداد 1402. ماه تمام من چرا جدا شدیم؟ حوصله کن صنوبر صبور من، در دل شب عابر بی صدا شدیم. حادثه ها می گذرند از سر ما، جز تو که خود حبوط یک ترانگی. با تو به کبریای واژه میرسم، تو لحظه معراج شاعرانگی. رو به شما آینه های منجمد، رو به شما آینه های منجمد، رو به شما سرگشتگی وهم سفر، در بغض سر رفته از این تقویم گنگ. آتش هر خاطری کشنده تر، رو به شما آینه های منجمد، رو به شما سرگشتگی وهم سفر، در بغض سر رفته از این تقویم گنگ. آتش هر خاطره‌ای کشنده تر. ترانه شب سووشون یک عاشقانه اجتماعی است. نام این ترانه برگرفته از رمان سووشون نوشته زنده یاد سیمین دانشوره. اما چرا سووشون؟ به نظرم رسید که سووشون رمانی است که توانسته به خوبی سپهر اجتماعی جامعه‌ای رو به تصویر بکشه که در اون ارزش‌های اجتماعی و ملی به خوبی نمایان. در شب سووشون ما شخصیت و پرسوناژ اصلی این داستان رو می‌بینیم که از یک فرد معمولی دچار تحول میشه و به یک کنشگزار تبدیل میشه. کنشگری که توانسته بر منافع شخصی خودش غالب بیاد و منافع ملی همچون ایستادگی در مقابل بیگانگان رو بر منافع شخصی خودش ترجیح میده. من نباید تعریف کنم ولی واقعا یه همچین ملودیایی کمتر ما میشنویم، یه همچین کارهایی واقعا میگم. در اضطراب و بحت این شهر غریب، در اشک سووشون تو را گم کردم. آتش به پر در سوگ بی پرندگی، با کوچه پر بسته تفاهم کردم. با کوچه پر بسته مجال گریه نیست، چه گمانه عطرگی سوی تو هست. شاید طلسم سایه ها باشد هنوز، یک آینه در دست جادوی تو هست. در ترانه سووشون سعی کردم که در یک بستر عاشقانه یک کنشگری اجتماعی رو به تصویر بکشیم، به این مفهوم که معشوق دل در مهاجرت بسته، دل در ترک سرزمین مادری بسته، به عنوان تنها راه حل پیش روی خودش و عاشق او رو دعوت به ماندن میکنه و در این بستر، در این فضای عاشقانه
چون این کنشگری سعی شده که بر اون ارزش‌های ملی و ارزش‌های اجتماعی تاکید بشه. در شرایطی که طبقه متوسط و ترقی جو و مطالبه‌گر تحت فشار هستش و هر روز شاهد کوچک شدن این بخش مهم از جامعه هستیم، سعی شد تا این دغدغه در قالب یک ترانه عاشقانه اجتماعی طرح و به تصویر کشیده بشه. به شما سرگشتگی وهم سفر در بغض سر رفت از این تقویم گنج، آتش هر خاطر این کشنده تر، آتش هر خاطر این کشنده تر، آتش هر خاطر این